نمازی هایی که رد کرده می شود، زکاتی هایی که از جانب پروردگار رد می شود، حجی هایی که از جانب رب العالمین رد می شود، خیر سخاوت نیکی و خوبی هایی است که یا به سبب ریا یا به سبب یعنی دیگر یعنی عمل های ناشایسته از جانب پروردگار قبول نمیشن، رد میشن. و این خاطر انسانیت از پروردگار طلب نکنه، عملی را خدا نصیبش میکنه که با قبولش مینه، رد نمیشه از جانب پروردگار. ما در روایت میخونیم حتی حاجی ها میگه وقتی احرام میپوشن لبیک میگفتن انسانی که قصد نیت اصلاح شوی نداره و قصدش فقط یا سیاحت حرمت خودنمایی بالانشینی است، این شخصیت وقتی لبیک میگه جانب خدا جواب میده میشه که لا لبیک ولا سعی گفت خدا در کارم نیست، یعنی که قبول نداره پروردگار. اما حجی که قصد اصلاح شدن ای پاکیزگی از گناه ای زیارت الله ای، یعنی که انسان با قصد نیت زیارت ثواب میره، این شخصیت البته جوابی خوب براش گفته میشه که لبیک ولا سعی.